در بین همگی 10 ساعت در نیمه دوم روز 3 ینور و نیمه شب 4 ینور سال 2024 در قلمرو تاجیکستان 2 زمین لرزه رخ داده است. بنا به اطلاع مرکزهای بین المللی زلزله نگاری که زمین لرزه ها را در سراسر سیاره به صورت شبانه روزی پیگیری و ثبت میکنند، قریب ساعت 1 شب 4 ینور سال 2024 دقیق‌ترش ساعت 00:42 دقیقه به وقت تاجیکستان زمین لرزه شدتش 4.1 بال طبق جدول ریختر شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 10 کیلومتری شمال مرکز نویه مرغاب جایگیر شده بود. درباره کدام خرابی و خسارات بر اثر این آفت طبیعی گزارش‌ها به دست نرسیدند. زلزله نگاران تاجیک درباره این زمین لرزه شبانه تا حال خبری ندادند، ولی خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قبلا خبر داد که در نیمه دوم روز 3 ینور سال 2024 ساعت 14:24 دقیقه به وقت محلی در قلمرو جمهوری یک زمین لرزه دیگر ثبت شده است. به اطلاع زلزله نگاران تاجیک، مرکز این زمین لرزه در مسافه 320 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه و 260 کیلومتری جنوب شرق شهر راغون در قلمرو افغانستان جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش 4 بال و در راغون همگی 2 بال را تشکیل داده است. کمیته حالاتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که خوشبختانه این آفت طبیعی باعث یگان خرابی و خسارات و آسیب نشده است. در همین حال مرکزهای زلزله نگاری بین المللی خبر دادند که مرکز این زمین لرزه روز 3 ینور در 13 کیلومتری مرکز نویه اشکاشم ولایت بدخشان افغانستان جایگیر شده بود، ولی شدتش طبق جدول ریختر 4.9 بال را تشکیل میداد. نه 4 بالی که خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان گزارش داده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. اکثر این زمین لرزه ها در شرق تاجیکستان و در مرز با افغانستان رخ می دهند.